جشن بوستانی سدا از کهن‌ترین آیین‌های ملت تمدن آفر تاجیک است. سدا پیروزی روشنایی بر ظلمات، گرمی بر سرما و نیکی بر بدی است. طبق سالشماری خورشیدی این جشن بوستانی همساله دهم ماه بهمن مطابق با 30 ینوری سالشماری میلادی تجلیل می‌گردد. در این هنگام سردی زمستان به اوج خشم می‌رسد. مردم به خاطر عافیت از سرما چاره‌های زیاد می‌اندیشید. تاجیکان در تاریخ بشر از جمله خلق‌های کهن بنیاد و تمدن آفر به حساب رفته با قدرت ازلی خود جشن‌های ملی خود را تا به امروز حفظ کرده و جهانیان معرفی نمودند. محض با تشبث و تدبیراندیشی‌های پیوسته سرور دولت محترم امامعلی رحمان در تاجیکستان و بیرون از آن جشن‌های ملی خاصه نوروز عالم افروز، سدا، مهرگان و تیرگان در سطح خیلی بلند تجلیل می‌گردند. با ابتکار اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئله احیا، ترغیب و تشویق جشن و مراسم‌های مردمی خاصه جشن‌هایی که بیشتر از تاریخ 6000 ساله دارند و فرهنگ ملی ما را معرفی می‌کنند جریان دارد و امروز گفتم ممکن است که اگر در سال 2010 با قطعنامه سازمان ملل متحد نوروز جشن جهانی شد، بعداً با چند اسناد دیگر در سطح یونسکو جشن‌های مهرگان و سدا و فهرست یادداری‌های غیرمادی جهانی ثبت شد و این جهانی شوی و در سطح جهانی منظور شدن جشنواره‌های ملی ما پیام از آن می‌رساند که امروز در سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت در با ویژه در سمت تشبث‌های جهانی ارزش‌های ملی نیز مقام خاص کسب می‌کنند، یعنی از نظر دیگر این ارزش‌ها با جهان معرفی همچون پدیده‌های نادر معرفی کننده ملت ما منظور میشن و امروز واقعا ببینید وقتی که نوروز جهانی شد مثلا در سراسر دنیا در بیشتر از 200 کشور دنیا امروز نوروز به عنوان یک جشن سازنده، جشن رویش، جشن تنتنه نور، در جشن مثلا سبزش، جشن شکوفایی تجلیل می شود. ماهیت و اصالت این جشن ها پیش از همه تبلیغ فرهنگ انسانی هستند که برای نیازهای تمام جامعه بشری سازگار هستند. از همین نگاه امروز این تشبث های پیشوای معظم ملت در مورد احیای ارزش های ملی در سطح جهانی منظور می شود و یکی از آنها جشن سدا است که ما در آستانه تجلیل آن قرار داریم. هنوز در عهد قدیم مردم با برگزاری جشن سدا نه تنها با شادی و سرور از رنج و غصه روزگار فارغ می شدند، بلکه توسط افروختن آتش با رمز نماد زمستان را که سردیست می سوختند. گذشتگان ما نور و روشنایی را مایه حیات و خورشید تابان را افزار روزگار و زندگی می خواندند. این اندیشه معنای آن را داشت که نور و گرمی سبب اصلی ادامه روزگار و هستی موجودات روی زمین است. در سرچشمه‌های تاریخی و بدیعی عاید به اصطلاح سدا اندیشه‌ها گوناگونند، اما مهمترین تفسیر مردمی این واژه سدا از شماره 100 گرفته شده 50 شب و 50 روزی تا رسیدن نوروز را افاده می کند، یعنی سدا پیشاهنگ یا خود مژده‌رسان جشن نوروز عالم افروز است. جشن سدا هیچ رابطه با یگان دین و مذهب ندارد و ثابت شد که در سپیده‌دم تاریخی 6000 سال قبل عرض هستی کرد در پیوند با حضور خورشید، یک رکنی بسیار مهم طبیعت و همه این جشن‌های چهارگانه ما یک پیوند با عناصر طبیعت با ویژه با خورشید دارند. اگر مثلا سدا جشن چیله‌گریزان آفتاب هم میگویند، چون در شب یلدا فصل سرما و تاریکی به انجام میرسد، فصل روشنی و نور شروع میشد، یعنی شب تولد خورشید است. و بعدا مثلا در شاهنامه فردوسی حکیم دانا و توانا میگوید که چون خورشید به برج حمل رفت، نوروز رو جمشید کشف کرد. ببینید همه اینها با خورشید ارتباط دارند و از نظر دیگر ما در آغاز آفرینش 4 عنصر بود. آفرینش بر پایه 4 عنصر شکل گرفت، یعنی آب، خاک، باد، آتش و این 4 جشن ما هم به همین 4 عنصر آفرینش، 4 عنصری که طبیعت را شکل بخشید پیوند دادن که از آن جمله سدا به همین جشن ارتباط دارد. تمام پدیده‌های پیوند با طبیعت در جشن سدا تجلیل میشن. مثلا ببینید از جشن سدا فرهنگ نهالشنانی آغاز میشد، به خاطری که طبیعت باز هم بیدارتر از زمین هم باز هم گسترده‌تر و مهربانتر به قبول میشد که اون عنصرهای خود را قبول کند. همچنین سدا رمزی رفتن نیمه زمستان است که به مردم مژده نخستین بهار را می‌آورد و دهقانان را برای کشت و کار صحرایی آماده می‌کند. این است که مردم مخصوصاً دهقانان در این ایام از روی عنعنه به کندن و تازه کردن کانال و جویبارها، یخابمانی باغ و تاکزار، کشت زمین و پاشیدن پارو به زمین‌ها، تیار نمودن تخمی کشت،
нигоҳубини махсуси чорво ва ҳайвоноти хонагӣ барои аз фасли зимистон солим баровардани онҳо чораҳои махсус меандешиданд. ёдовар мешавем ки соли 2023 зимни баргузории иҷлоси 18-уми кумитаи байни ҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО дар асоси пешниҳоди муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон ҷашни Сада ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ворид карда шуд.